دوستان عزیز، این خانه های قدیمی که تقریبا 300 سال قدامت تاریخی داره و شما هم ببینید که شهر اسکیشهیر چگونه یک شهر است. این هم بزرگترین فروشگاه اسکیشهر. ببینید که این دریاچه شهر چقدر زیبایی خود را داره. عزیزان، بیاین که حال به شما کناری دریاچه را نشان بدیم که در کناری دریاچه چی ها قرار داره. و خانه های اودون بازاری هست. سلام خدمت تمام شما عزیزان و امیدوارم که خوب صحتمند باشین. بیاین که امروز ما داخل شهر آمدیم و میخوایم شهر خود به شما نشان بدم و شما هم ببینین که شهر اسکیشهیر چگونه یک شهر است. پس بیاین که داخل شهر بریم، بگردیم و با هم ببینیم. دوستان عزیز، ما فعلا در قسمت قرار داریم که اینجا را به نام پرسوک یاد میکنن و یا دریاچه خود شهر که دریاچه داخل شهر واقع شده و این دریاچه به زیبایی این ساحه و این محل بسیار زیاد افزود شده و زیبا و قشنگ معلوم میشه، مثل شهرهای اروپایی شده و واقعا این دریاچه و این دریا داخل شهر نمود و فیشن شهر زیبا ساختن. و قسمی که شما در تصویر میبینین قایقایی است که میگردن داخل از این آب و قایق‌ها قسمی میباشه که کرایی است، میاین هر کس به خاطر تفریح و بازدید و تفریح شهر میاین قایق‌ها رو کرا میگیرن و این قایق‌ها اونا رو به چکر تفریح میبرن. و شما تصویر زوم بکنین کامرامین، ببینین که این دریاچه شهر چقدر زیبایی خود را داره. Az doldur içeyim aman aman, ney sizin olsun bir denem aman. Amanın gel gel aslan Mustafa'm aman, haydi gel gel garip taşlı yarim vay vay. Amanın gel gel aslan Mustafa'm aman, haydi gel gel garip taşlı yarim vay vay. عزیزان، بیاین که حال به شما کناری دریاچه را نشان بدیم که در کناری دریاچه چی ها قرار داره. کافی خانه ها، قهوه خانه ها، فست فود ها، رستوران ها قرار دارن و اینا را به شما نشان بدیم که چقدر این محل زیبا ساخته و این ساحه را زیبا ساخته. بیاین با هم یک جای بریم. دوستان عزیز، این هم کنار دریاچه هست و کنار دریاچه جایی که رستوران ها، فست فود ها، کتابخانه ها، قهوه خانه ها با چی فیشن و با چی گل و گلکاری ساخته شده و واقعیت که این شهر بسیار زیبا و شهر دیدنی هست، خسته کن نیست. یعنی Bozkır dedikleri aman aman, şirin bir kasaba bilenem aman. Sevenler güzeli aman aman. این هم داخل شهر است که قسمت های آدلار به نام آدلار یاد میشه و
ترن هم شما دیدین که خدمات ترن و نقلیه ترن هم در داخل شهر است. ترن های بسیار مقبول دارن این شهر. بیروبار و ازدحام مردم، خرید و فروش و این ساحه و این قسمت دکان های مختلف، مغازه های مختلف. Amanın gel gel aslan Mustafa'm aman. Şimdi gel gel garip taşlı yarim vay vay. Amanın gel gel. عزیزان این هم بزرگترین فروشگاه اسکیشهر به نام اسپارک یاد میشه و بزرگترین مرکز خرید است که خرید لباس، انواع الکترونیکی، وسایل الکترونیکی و هر آن چیزی که مربوط به منزل میشه، مربوط به پوشاک میشه، الکترونیکی اینجا پیدا میشه و موجود است. Aslan Mustafa'm aman. Haydi gel gel garip hey hey. Kılar başı vurma vurma yar 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 aman. Yaz gelince öter turnam leylim 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 aman. Yaz gelince öter turnam leylim 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 aman. Çayırda buldum seni, ellere vermem seni, kendime alsam seni, sineme sarsam seni. Aynam düştü yerlere, karıştı gazellere, tabiatım kurusun, bakarım güzellere. عزیزان این هم خود چارشی، ایستگاه چارشی، ایستگاه ترنوای چارشی که چارشی به معنای شهر، در ترکی شهر هم میگن که این خود ایستگاه شهره که ترنوای میای استاد میشه. اینمی محل است که از این قسمت ترن ها تقسیم میشه به 4 طرف، به هر سمت که به 4 سمت داخل شهر تقسیم میشن و کسانی که میخواین سفر داشته باشن، جای برن، از این ساحه مرکزی هست که به سمت‌های مختلف میتونن از این قسمت حرکت کنن. و شما زیبایی ترن‌های شهر رو ببینید، رنگ و طرح و دیزاینشان بسیار زیباست. همچنان من شما را میبرم بیاین که مسجد، بهترین مسجدی که در این شهر است و در داخل شهر است، با شما نشان میتم. با ما باشه تا چند لحظه دیگر. زیباترین مسجد این شهر هم در داخل شهر قرار گرفته که مسجد جامع هست و در موقعیت بسیار زیباست که این 4 راه ترن ها است که از 4 طرف ترن ها از این قسمت عبور میکنه. Kenardan geçeyim aman aman. Yol sizin olsun bilemem aman. Az doldur içeyim aman aman. Ney sizin olsun bilemem aman. رسیدیم به جایی که به ساحه که این ساحه تاریخی و قدیمی و اولین ساخت و ساز و بناهای شهری در این شهر که به وجود آمده، اینمی ساختمان ها بوده
ساختمان های اودون پازار که محل اودون پازار یاد میکنن و خانه های اودون پازاری هست. شهرت بسیار خاص خود داره در این شهر و قدیمی ترین خانه ها همی خانه ها است. Amanım gel gel aslan Mustafa'm aman. Haydi gel gel garip taşlı yarim vay vay. Amanım gel gel aslan Mustafa'm aman. Haydi gel gel garip taşlı yarim vay vay. دوستان عزیز، این خانه های قدیمی که تقریبا 300 سال قدامت تاریخی داره و دیکور و دیزاین بسیار خوب ساختن برای همچنین موزیم ها است که از این خانه های قدیمی موزیم ساختن و یک موزیم را به شما نشان میتیم که این موزیم هست که مکمل از چوب 4 تراش ساخته شده و بسیار بازدید کننده بسیار زیاد داره. دوستان عزیز، این هم برنامه از اسکیشهیر، از شهر ترکیه اسکیشهیر که شهر زیبایی بود و با شما گزارش داشتیم. با امید از اینکه شما همچنان از این شهر دیدن و بازدید بکنین. تا برنامه بعدی، خداوند حافظ و مددگارتان. همچنان لایک و سابسکرایب یادتان نروه. Sevenler güzeli aman aman, çekmez